در یک شهر مدرن و پر از تکنولوژی، پسری نوجوان به نام آریان زندگی می کند. او عاشق بازی‌های کامپیوتری و گجت‌های جدید است. یک روز وقتی در بازار دستون فروش‌ها قدم می‌زند، یک چراغ قدیمی و خاکی پیدا می‌کند. فکر می‌کند یک وسیله تزئینی بی‌ارزش است، اما آن را می‌خرد تا در اتاقش بگذارد. وقتی چراغ را پاک می‌کند، به جای یک غول سنتی، یک غول دیجیتالی از داخل چراغ بیرون می‌آید. مثل هولوگرام. غول خودش را جینی 2.0 معرفی می‌کند. یک نسخه ارتقا یافته از غول‌های قدیمی که به اینترنت و دنیای دیجیتال وصل است. اما مشکل اینجاست. جینی دیگر آرزوهای جادویی کلاسیک را برآورده نمی‌کند، مثل طلا و قصر. او فقط می‌تواند با هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی و تکنولوژی به آریان کمک کند. پس آریان یاد می‌گیرد با کمک جینی اپلیکیشن هایی بسازد، بازی طراحی کند و حتی مشکلات شهر را با اختراعاتش حل کند. در این مسیر او می‌فهمد که جادو همیشه به معنی طلسم نیست. گاهی دانش و خلاقیت خودش قوی ترین جادوست. پایان داستان می‌تواند جالب‌تر شود. وقتی آریان مشهور می‌شود، به جای فروش اختراعاتش برای پول زیاد، یک تیم تشکیل می‌دهد و با جینی پروژه‌های خیریه می‌سازد تا به کودکان و مردم عادی کمک کند.